سلام، خوش اومدید به اپیزود 216 پادکست هفتگی فکت‌نامه. من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه. این اپیزودو ما یه ذره عجیب غریب داریم ضبط میکنیم، یعنی هم تنها ضبط میکنم هم تنها نیستم. قصه اینه که آقا رضا اینترنت خونش قطع شده و هرچی هم از صبح صبر کردیم که بیاد نیومده. الان هم شده ساعت 12 و باید زودتر ضبط میکردیم. بنابراین مثل همیشه نمیتونستیم که لایو با هم دیگه آنلاین بشیم و ضبط کنیم. قرار شد که من حرف بزنم و اون قسمت هایی که رضا باید توضیح بده رو رضا جداگونه ضبط میکنه و آخر سر آقا افشین که این دفعه افتخار دادن و دوباره برگشتن به پادکست برای این یه اپیزود، اینا رو حالا به کمک شان اینا رو بچسبونن به هم و خلاصه یه اپیزود ازش در بیاد. ولی قصه رو گفتم از اول بگیم که اینجوریه، برای همین آقا رضا الان نیست که سلام بکنه. البته احتمالاً چیزایی که ضبط میکنه حالا خودش جداگونه شاید چیزی بگه، ولی به هر حال این وضعیت اپیزود امروزه. قبل از شروع ولی مثل همیشه این توضیح هم بدم که کار ما تو فکت‌نامه بررسی درستی حرفای مسئولان و خبرهایی که تو رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر میشن، میریم سراغشون، فکت چکشون میکنیم و معمولاً بهشون نشان میدیم. و اینکه ما این پادکست رو 31 اردیبهشت 1404 چهارشنبه شب به وقت ایران داریم ضبط میکنیم و تا جمعه صبح که منتشر میشه. اینم در نظر داشته باشید که ممکن اتفاقای جدیدی بیفته که ما طبعا در پادکست بهشون اشاره نکردیم. خب اینم من یه مقدمه بگم که اول این قسمت میریم سراغ ادعای تکراری میزان مصرف انرژی در ایران که هر چند وقت یه بار مسئولان جمهوری اسلامی به یه شکلی مطرحش میکنن و این بار پزشکیان یا آماری داده که درباره‌اش توضیح میدیم. بعدش یه ادعایی درباره دوران 3 ساله دولت 13 داریم که همزمان با سالگرد سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی مطرح شده بود. در ادامه هم 2 تا فکت چک داریم که بعد از سفر ترامپ به عربستان توی رسانه‌های داخل ایران و شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. یه موضوع جالبی هم درباره یه سد بزرگ در چین مطرح شده که اون رو هم توضیح میدیم. داستان جالبی داره، من خودم اطلاع نداشتم درباره‌اش، جالبه. و درباره ادعای یه تانک خیالی هم صحبت میکنیم، تانکی که وجود نداره. آخرش هم خب طبق معمول 2-3 تا فکت چک به قول آقا رضا کف سوشال میدیا رو خیلی کوتاه مرور میکنیم و بعدم میریم سراغ کامنت ها. بریم سراغ اولین فکت چک. حالا یهو دیدیم موقع ضبط کردن هم آقا رضا اینترنتش درست شده اومد مثل حالت عادی لایو با هم ضبط کردیم، ولی اگه درست نشد بریم ببینیم چه جوری میشه دیگه با این سیستم جدید. ظاهرا مسئولای جمهوری اسلامی قصد ندارن که ادعاهاشون درباره مصرف آب و برق و گاز تو ایران رو ول کنن. چند وقت پیش پزشکیان گفته بود سرانه مصرف برق در ایران چند برابر انگلستان، کانادا و آلمانه که ما همون موقع بهش نشان شاخدار دادیم. 6 ماه پیش هم گفته بود حدود 3 برابر کشورهای اروپایی در کشور ما برق مصرف میشه که اونم حرف درستی نبود. بازم چند روز پیش گفته که ما الان 6 برابر اروپا داریم برق مصرف میکنیم. تو سفر استانیش در کرمانشاه گفت. ما مجبور شدیم به این یکی هم نشان شاخدار بدیم چون با واقعیت فاصله زیادی داره. خب از اولم اینو بگیم که قاعدتا داره متغیر سرانه مصرف برق رو مقایسه میکنه، نه کل مصرف برق رو، چون خب خیلی بدیهیه که مصرف کل قاره اروپا به عنوان یه قاره صنعتی با حدود 450 میلیون نفر جمعیت و مساحت 3 برابر ایران خب خیلی بیشتر از ایرانه دی. طبق آخرین آمارهای رسمی اتحادیه اروپا و آمار تفکیکی کشورها در سایت اداره اطلاعات انرژی آمریکا که تا سال 2023 به روز شده، مصرف برق اروپا 2483 تراوات ساعت بوده که به طور متوسط حدود 7 برابر ایرانه. ما با عددهایی که از مصرف کل داشتیم اومدیم سرانه مصرف رو دوباره محاسبه کردیم. توی این وضعیت هم باز میبینیم که سرانه مصرف برق توی ایران نه تنها از اکثر کشورهای اروپایی کمتره، فقط 7 تا کشور اروپایی کمتر از ایران مصرف میکنن. توی سایت اگه مقاله رو پیدا بکنی که لینکش رو تو توضیحات میذارم، من نمیذارم، میذاریم جدولایی هست که تمام رتبه بندی های
سرانه مصرف برق رو ایران در مقایسه با کشور اروپایی مشخص میکنه که خیلی میتونه کمک کنه به درک بهتر. با همین داده ها اومدیم میزان مصرف بخش خانگی رو هم محاسبه کردیم. آمارهای مصرف برق خانگی اتحادیه اروپا که موجوده، مقدار مصرف بخش خانگی ایران هم تقریبا 33% از کل مصرفه. تو این یکی محاسبه هم میبینیم که از نظر کل مصرف بخش خانگی ایران تقریبا 1/7 اروپا مصرف میکنه و به تفکیک کشورها هم بعد از فرانسه و آلمان قرار میگیره. از نظر سرانه مصرف بخش خانگی هم وضعیت ایران از اغلب کشورهای اروپایی پایین‌تره و فقط 9 تا کشور اروپاییه که سرانه مصرف برق خانگیشون کمتر از ایرانه و بقیه بالاترن. بنابراین چه از نظر کل مصرف برق و کل مصرف بخش خانگی و چه از نظر سرانه مصرف برق و سرانه مصرف بخش خانگی، این حرف مسعود پزشکیان نادرسته و اختلاف زیادی با واقعیت داره. به همین خاطر این بار هم از ما نشانه شاخدار گرفت. ولی همونجور که اول گفتم این چندمین باریه که توی هفته‌های اخیر ما درباره این موضوع و موضوعاتی شبیه به این فکت چک کردیم که خب طبیعی هم از با بحران برقی که الان کشور باش روبروه. قبلش هم از علی آبادی وزیر نیرو هم داشتیم که درباره سرانه مصرف برق و آب گفته بود. هر دفعه هم که ما فکت چک می‌نویسیم و منتشر می‌کنیم یه سری از دوستان یا در موافقت یا در مخالفت با فکت چک ما کامنت میذارن و تاکید میکنن که توی بررسی این موضوع باید وضعیت متفاوت کشورها رو در نظر گرفت. مثلا طبیعیه که سرانه مصرف اقتصاد بزرگی مثل آلمان از ایران بیشتر باشه. از اون طرف هم بعضی بحث تنوع انرژی رو مطرح میکنن، مثلا اینکه توی خیلی از جاها برای سرما و گرما و حتی پخت و پز هم از برق استفاده میشه، در حالی که توی ایران مثلا سوخت غالب گازه. همه اینها درسته، ما هم سعی کردیم به همه ابهام ها اشاره بکنیم، اما با در نظر گرفتن همه اینا هر شاخصی رو که در نظر بگیریم باز هم وضعیت ایران نه اون طوریه که گفته میشه مصرف خیلی خیلی زیاد و عجیب غریب و ایناست، نه اون طور که اصلا مصرفی نمیکنن. به هر حال ما فکر میکنیم با توجه به اهمیت موضوع برق و اصرار مقام‌های دولتی روی مصرف زیاد، یعنی ادعاشون درباره مصرف زیاد، ما باز هم از این موارد رو احتمالاً میشنویم و حتما هم میریم سراغش، فکت چکش هم میکنیم و ای کاش رضام بود که مفصل تر توضیح بده، ولی خب حالا با این شرایط ولی احتمالاً باز هم خواهیم دید و موضوع برق حالا تموم نمیشه و اگر باز تکرار بشه ما مجبوریم دوباره درباره‌اش حرف بزنیم و فکت چکش کنیم. خب من هم سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان خوب پادکست هفتگی فکت‌نامه. همونجوری که فرهاد توضیحش رو داد ما به مشکل فنی برخوردیم، اینترنت ما قطع شد، نشد که به روال معمول خدمت شما برسیم. مجبور شدم که جدا ضبط بکنم، فایل رو بفرستم. زحمتش رو این هفته آقا افشین میکشه، ازش خواهش بکنیم که اینا رو بچسبونه یه جوری مثل هم. نمیشه مثل اجرای دوتایی، ولی به هر حال همینیه که فعلا از دست ما برمیاد. هفته دیگه ان شاءالله دوتایی بلکه روزان باشه ستایی بشینیم خدمت شما پادکست رو اجرا بکنیم. فکت چکی که میخوام براتون توضیح بدم گزارشیه که رسانه‌های هوادار ابراهیم رئیسی درباره رکورد شکنی دولت رئیسی در شاخص توسعه انسانی در تاریخ ایران منتشر کردن. رسانه‌ای که این رو اولین بار منتشر کرد روزنامه چهارسوقه که یه رسانه اقتصادی هوادار دولت رئیسیه، رسانه ارزشی محسوب میشه و روز 20 اردیبهشت این گزارش رو توی صفحه اول خودش و صفحه داخلی منتشر کرد. عنوان این گزارش تیتر درشتش همین بود: بهبود استاندارد زندگی پس از فاجعه حسن روحانی، ثبت رکورد بهترین شاخص توسعه انسانی تاریخ ایران در دولت 13. ما به این ادعا نشان نیمه درست دادیم. دلیلش هم اینه که بله، در آخرین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد ایران نمره 0.799 رو دریافت کرده که این بهترین عملکرد ایران از سال 1990 که این شاخص منتشر میشه. اما توضیحات دیگه‌ای هست که درباره اینکه این شاخص چجوری محاسبه شده، درباره اینکه وضعیت ایران به نسبت بقیه کشورها چه تغییری کرده، اینها در این گزارش دیده نشده و این مورد مهم که اصلا نقش دولت ابراهیم رئیسی و شخص ابراهیم رئیسی در
اینکه به این شاخص برسن چقدر بوده. اینها در گزارش چارسوق و در گزارش رجا نیوز و بقیه جایی که این گزارش رو خیلی منتشر کردن نیومده. شاخص توسعه انسانی ترکیبی از 3 شاخص دیگه، یه میانگین هندسی از 3 تا شاخصی که بر اساس سرانه درآمد ملی، امید به زندگی و متوسط طول دوران تحصیل محاسبه میشه. خب از این دوتا، اون امید به زندگی که متوسط سن مردمه چقدر زندگی میکنن و طول دوران تحصیل، عوامل بلند مدت دارن و واقعا نه به این دولت میشه نسبتش داد نه به دولتی که قبلا سر کار بوده. این یه چیزیه که دهه‌ها سرمایه گذاری شده از قبل از انقلاب توی زیرساخت‌های آموزش، بهداشت و همینجوری اگرم نگاه بکنیم تغییرات رو میبینیم که اینها خیلی با یه شیب خیلی کمی ملایم تغییر کردن و رو به رشد بودن. حالا اون در مورد امید به زندگی تو دوران کرونا یا افتی میکنه، در مورد حالا طول دوران تحصیل هم این هرچی میگذره شیبش کمتر میشه، طبیعی هم هست. الان تو دوره رئیسی 3 سال آخر هیچ تغییری نکرده و وضعیت دقیقاً عیناً همون آمارهاییه که در دوران روحانی هم بود. بنابراین این 2 تا شاخص باید گفت و توضیح داد که ارتباطی به ابراهیم رئیسی نداره. اما شاخص بعدی سرانه درآمد ملی GNI، اون خیلی تاثیر داره، اون عوض شده. اون رو میریم نگاه میکنیم، ریز داده هایی که هست توی پروفایل ایران تو همین گزارش شاخص توسعه انسانی میبینیم که سرانه درآمد ملی سالهای 2019 و 2020 حدود $14,000، کمتر از $14,000 بوده. سال 2023 رسیده یه ذره بالای $16,000. اما خب این رو هم باید توضیح بدیم، این با اینکه افزایش پیدا کرده اما هنوز خیلی کمتر از رقمیه که قبل از تحریما و حتی رقمیه که قبل از دولت اول روحانی بود. بنابراین این رو باید در نظر بگیریم که خیلی آیتم مهمیه، خیلی بستگی داره به تحریم ها و شدت و سختگیری که برای فروش و صادرات نفت ایران هست. اینا همه آیتمای موثری هستند که تأثیر میذارن. ما میدونیم که در این 1-2 سال گذشته خب ایران نفت بیشتری فروخته به پالایشگاه چینی و این حالا طرفدارای ابراهیم رئیسی میگن ما خیلی بلد بودیم این کارو بکنیم بفروشیم، ولی خب یه سری‌ها هم میگن که خیلی بیرا هم نمیگن که به هر حال دولت قبلی آمریکا سختگیری نداشت، بخش دوره مذاکرات در حسنیت و اینا واقعا سختگیری ها کم شده بود. اما حالا اصلا این که دلیلش چی بود رو بذاریم کنار، میدونیم که این شاخص خیلی متأثر از نفت و تحریم ها خیلی تاثیر داره و قشنگ نمودار درآمد سرانه ملی رو ما گذاشتیم توی مطلب. نگاه بکنیم میبینیم که از زمان تحریم ها افت میکنه، برجام که میشه یه ذره میاد بالا، بعد دوباره آمریکا که خارج میشه میاد پایین با شدت و عین همین تأثیر رو ما میبینیم که روی نمودار کلی شاخص توسعه انسانی هم داره. ضمن که یه نکته مهم دیگه هم هست، نباید غافل بشیم، این $16,000 که گفتیم یعنی این به این معنی نیست که همه ایرانی ها، هر ایرانی به طور متوسط $16,000 درآمد داشته در سال. رقم بزرگی. این بر اساس برابری قدرت خرید حساب شده که این هم خودش خیلی محاسبهش در شرایط ناپایدار که نوسان‌های شدید داره مثل اقتصاد ایران، محاسبهش خیلی داستان داره. این رو باید با احتیاط نگاه بکنیم. چندین ساله که خیلی در واقع وقتی می‌خوایم آمار ایران رو بر اساس برابری قدرت خرید ببینیم، خیلی باید با احتیاط ببینیم که بر چه اساسی، به چه شکل و شیوه‌ای دلار با چه نرخی تبدیل میشه، یعنی ریال با چه نرخی تبدیل میشه به دلار، بعد چه جوری ضریب برابری قدرت خرید میاد، اون ضریب چه جوری محاسبه شده چون میخواد اثر تورم محاسبه. خلاصه ماجرا داره، اینم باید با احتیاط نگاه کرد. اینا مواردی بود که توی گزارش نیامده بود. این رو ما میدونیم که ایران در یکی از در واقع شکننده ترین و بحرانی ترین وضعیت های تاریخ معاصر است. همین نمونه عجیب غریبش همین قطعی های برقیه که ما داریم میبینیم. خب در یک چنین شرایطی طرح این ادعا که خب ایران داره یه وضعیت بهبود پیدا کرده، استاندارد زندگی به رکورد تاریخی رسیده تحت حالا مدیریت ابراهیم رئیسی تا
سال گذشته و اینها یه ذره عجیب غریبه، ولی به هر حال شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد HDI شاخص معتبره و توش اینجوری که اومده ایران به یه نمره رسیده که بیشترین نمره‌ایه که تا الان داشت. این توضیحات لازم بود که به این موضوع اضافه بشه و ما هم همونجوری که عرض کردم به این ادعا نشان نیمه درست دادیم. خب قبل از اینکه فکت چک بعدی رو شروع بکنیم حتما که نه احتمالاً متوجه شدین صدای من هم یه ذره گرفته، یه کم سرما خوردم. ماشاءالله مشکلات این اپیزود یکی دوتا نیست. به هر حال ببخشید اگه صدام یه ذره تو دماغی این دفعه. یکی از مهمترین یا دست کم خبرسازترین اتفاقات هفته گذشته سفر دونالد ترامپ به خاورمیانه بود. از بین متن و حواشی مختلف این سفر یه بخشی از سخنرانی ترامپ توی عربستان که درباره ایران صحبت کرده بود خیلی بازتاب داشت تو کشور. مثلا این جملهش که گفته بود عربستان بیابانها رو به زمین حاصلخیز تبدیل کرد ولی ایران زمین سبز رو به بیابان. واکنش‌های خیلی زیادی داشت این جمله. خیلی از کاربرای شبکه‌های اجتماعی ابراز تأسف کرده بودن که ببینید وضعیت ایران از کجا به کجا رسیده که ترامپ اینطوری توصیفش میکنه، و از اون طرف خیلی از کاربرایی که عمدتاً حامی جمهوری اسلامی محسوب میشن معتقدن که اوضاع اینجوری هم نیست. توی همین راستا یه سری از رسانه‌های داخل ایران اومدن از اون طرف این دوتا کشور رو مقایسه کردن که موضوع فکت‌چک بعدیه که رضا برامون میگه. مثلا میگفتن ایران تو چه زمینای بیشتر از عربستان پیشرفت کرده و اینا. توی شبکه‌های اجتماعی هم یه ادعای مطرح شد که واکنش به همون جمله ترامپ بود. مثلا یه آقایی به اسم مصطفی موسوی نژاد که خودش رو عضو شورای مرکزی جبهه پایداری معرفی کرده نوشته که طبق گزارش بانک جهانی ایران توی 2 دهه اخیر پوشش جنگلیش رو به 15% افزایش داده. یعنی نه تنها زمین سبز رو به بیابون تبدیل نکرده بلکه بیشترش هم کرده. یعنی این حرفیه که آقای موسوی نژاد داره میگه دیگه. با این البته اینو ایشون از خودش نگفته. اولین بار خرداد پارسال خیلی از خبرگزاری‌های داخل ایران هم یه خبری رو منتشر کرده بودن و نوشته بودن که طبق گزارش بانک جهانی توی بازه 20 سال تا سال 2021 مساحت مناطق جنگلی ایران 15% بیشتر شده. خب ما به این ادعا نشان گمراه کننده دادیم و اتفاقا با بچه‌ها که تو تحریریه در مورد نشانش صحبت می‌کردیم میگفتیم کاش، یعنی آقا رضا خیلی مشتاق یه نشانیه به اسم خیلی گمراه کننده و میگفتیم کاش همچین نشانی بود، ولی به هر حال فعلا نشان گمراه کننده دادیم. اول رفتیم دنبال اصل اون گزارش، دیدیم که بله گزارش بانک جهانی و آمارهای فائو که سازمان غذا و کشاورزی ملل متحده اینطور اعلام کردن که مساحت جنگلی ایران توی این 20 سال بیشتر شده. اما نکته گمراه کنندش چیه؟ اینه که از سال 1395 ایران تعریف جنگل رو تغییر داده و به خاطر اینه که اون آمار بیشتر شده، وگرنه مساحت جنگل‌های ایران واقعا بیشتر نشدن. همون پارسال که این خبرها زیاد منتشر شده بود، نبی شعبانیان معاون امور جنگل سازمان جنگل‌های ایران به روزنامه شهروند گفته بود که با تعریف قبلی تا چند سال پیش جاهایی که پوشش تاجی درختاشون بالای 10% بود بهش میگفتن جنگل، اما بعداً تعریف جنگل تو ایران عوض شد و حالا جایی که پوشش تاجیشون حداقل 5% باشه هم جزو جنگل ها به حساب میان. همین هم باعث شده که آمار مساحت جنگل ها بره بالا، وگرنه جنگل های ایران بزرگ و بیشتر نشدن. در واقع پوشش تاجی 10% یعنی توی نمای از بالا، مثلا از دید پرنده یا ماهواره، 10% اون زمین با شاخ و برگ درخت‌ها پوشیده شده باشه. یعنی هر جایی که یه سری درختاش رو بهش نمیگن جنگل، بلکه باید یه تراکم مشخصی داشته باشه. حالا چند سال پیش اومدن این استاندارد تراکم رو نصف کردن، واسه همینم خیلی از جاهایی که قبلاً جنگل محسوب نمی شده الان توی آمار جنگل ها اضافه شده. اینم کاریه که تو ایران انجام شده و بانک جهانی هم طبق همین تعریف رسمی کشورهاست که آماراشو به روز میکنه، وگرنه توی تعریف جهانی جنگل همچنان همون استاندارد 10% رو جنگل در نظر میگیرن. بنابراین میبینید که به وضوح اون ادعا نادرسته، اما خب چون
به گزارشی داره استناد میکنه که واقعا وجود داره، ما به جای نادرست بهش گمراه کننده دادیم یا به قول آقا رضا خیلی گمراه کننده. بریم سراغ فکت چک بعدی که آقا رضا برامون ضبط کرده و فرستاده. این فکت چک رو هم که من براتون توضیح میدم، این هم به سفر اخیر ترامپ به خاورمیانه مربوط میشه. خب توی مقدمه فکت چک قبلی فرهاد گفت خیلی از رسانه ها داخل ایران سعی کردن مقایسه هایی رو بین وضعیت ایران و عربستان انجام بدن تا اینطور مشخص بشه به زعم اونها که اوضاع ایران از نظر اقتصادی و پیشرفت و رفاه اینها از عربستان بهتره. یکی از این ادعاها که خیلی هم دست به دست شد اینفوگرافیکی بود که سایت تبیان یا تبیان، مؤسسه وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، روز 25 اردیبهشت تهیه و منتشر کرد. عنوان این اینفوگرافیک این بود: آمارهای جهانی درباره پیشرفت ایران و عربستان سعودی چه میگویند؟ و توش 11 تا شاخص بررسی شده بود و ازش نتیجه گرفته بودن که ایران پیشرفته تر از عربستان سعودیه. خب این شاخص هایی که آورده بودن و با هم مقایسه کرده بودن خیلی متنوع بودن، موضوعات مختلفی رو شامل می شدن، سیاسی و اجتماعی و علمی و اقتصادی و اینا، حتی انتخابات و دموکراسی هم داشت. یه چیزایی مثل اصلا آثار ثبت شده در یونسکو، نرخ باسوادی، رشد تولید صنعتی و حتی مدال های المپیک و رتبه کشورها تو رنکینگ فیفا، اینا هم جزو مواردی بود که با هم مقایسه کرد. خب ما رفتیم سراغ تک تک این موضوعات، اونها رو بررسی کردیم و در نهایت بهش نشان شاخدار دادیم. اول فکر میکردیم، تصور خود من این بود که ما آخرش مجبور میشیم یعنی از نشان گمراه کننده استفاده بکنیم، به خاطر اینکه به هر حال یک سری شاخصهای گزینشی انتخاب شدن که توی اونها وضعیت ایران بهتره. این شاخصها خب پیوستگی ندارن، این شاخصها جزو شاخصهای کلان و اصلی نیستن، گزینش شدن که اینجوری جلوه بدن که وضعیت ایران بهتر از عربستانه. اما وقتی رفتیم سراغ دونه دونه اونها، تمام این موارد رو بررسی کردیم، دیدیم وضعیت از اینم بدتره. یعنی همین شاخصا هم که انتخاب کرده بودن، گزینش کرده بودن، همینا رو هم درست نگفته بودن. یعنی هر کدوم یه داستانی داشت. بعضیا عددا غلط بود، بعضیا کلا برخلاف اون ادعایی که شده بود اصلا برعکسش در واقعیت اتفاق می افتاد و بعضی هم به هر حال یه ماجرایی داشت دیگه. مثل نمونه اول همون بحث رشد سالانه تولید صنعتی که ادعا شده بود توی اینفوگرافیک تبیان مال ایران 3%، 3.2% مال عربستان 2%، که خب ما نفهمیدیم این آمار از کجا اومده، اصلا منظور چیه؟ آیا منظورش رشد بخش صنعت توی اون تولید ناخالص داخلی یا چیز دیگه است؟ اما چیزی ما به این مضمون پیدا نکردیم. اما این رو میدونیم که ابعاد اقتصاد عربستان سعودی و ایران در حال حاضر اصلا قابل مقایسه نیستن. یعنی اگه ما کل تولیدی که داره اتفاق میفته دو کشور، چه تو خدمات، چه تو کشاورزی و چه تو صنعت، همه اینها رو در نظر بگیریم، اصلا کلا وضعیت کاملا متفاوته. اقتصاد ایران، همین حجم تولید ناخالص داخلی در ایران طبق آخرین آمار بانک جهانی در سال 2023 404 میلیارد دلاره. مال عربستان سعودی 1.07 1.1 تریلیون دلاره، یعنی بیش از 2 برابر اقتصاد ایران همین الان. یعنی ایران حتی اگر فرض کنیم رشد بخش صنعت چه کل رشد اقتصادیش سالی 10% هم باشه، چندین و چند سال طول میکشه که ایران تازه برسه به همین سطحی که الان عربستان هست. فرض کنیم که عربستان درجا بزنه و هیچ پیشرفت نکنه. بنابراین در حال حاضر با این داده ها، با این وضعیتی که اقتصاد دو کشور دارن، اصلا شرایطشون قابل مقایسه نیست. چه برسه به این که ما بخوایم بگیم که تولید در فلان بخش اقتصاد ایران چند برابر عربستان سعودی. ضمن که تاکید می‌کنم اصلا معلوم نیست که این آمار از کجا اومده. نکته دوم، شاخص دومی که توی اینفوگرافیک تبیان اومده بود، بحث نرخ باسوادی جوانان بود که ادعا شده بود توی ایران 97% و در عربستان 96%. خب این عددها اشتباهن. بر اساس آخرین داده هایی که یونسکو داره، تو سایت بانک جهانی هم تو مرکز داده‌هاش میشه پیدا کرد، نرخ باسوادی جوانان 15 تا 24 سال
در ایران 98.8%، یعنی با ممیز حساب کنیم. تو عربستان 0.2% بیشتره، 99%. بعد از سال 2013 هم 99% بوده، یعنی با اختلاف خیلی کمی نرخ باسوادی جوانان تو عربستان سعودی بیشتر از ایرانه. اگه نرخ باسوادی کل جمعیت بزرگسال بالای 15 سال رو بگیریم که این اختلاف خیلی خیلی بیشتره. نرخ باسوادی در عربستان سعودی سالهاست روی 98%، توی ایران 89%، که خب نشون میده تقریبا 10 واحد درصد 9 واحد درصد نرخ باسوادی در عربستان بیشتره. پس این مورد دوم برخلاف ادعایی که شده بود توی این زمینه، توی این شاخص که شاخص حالا اصلی هم نیست، البته نرخ باسوادی شاخص اصلیه، ولی توی نرخ باسوادی جوانان یک شاخص فرعی میتونه در دل باسوادی باشه. سومین موردش خیلی جالب بود، تولید مقالات علمی. ما سالهاست میبینیم که در جمهوری اسلامی با این عنوان که مقاله علمی در ایران زیاد منتشر میشه، سعی میکنن نشون بدن که خیلی تولید علم، نهضت تولید علم در ایران فعاله. نه خیر، نهضت تولید مقاله در ایران فعاله. ما قبلا بارها اینو بررسی کردیم، وزیر علوم فکت چک کردیم، خود خامنه ای رو فکت چک کردیم. ما درباره ایران داریم صحبت میکنیم که افراد سالی 400-500 تا بلکه بیشتر مقاله علمی به اسمشون نمایه میشه این ور اون ور. ما میدونیم، شواهدش از مقاله فروشی داریم. بالاخره یه ماجرایی داره که مسابقه تولید مقاله، تولید انبوه مقاله در ایران در جریانه و از این نظر مقاله علمی تولید میشه و این مقالات علمی نشون دهنده در واقع پیشرفت علمی یا توسعه علمی در ایران نمیتونن باشن. اما این مطلبی که اینجا اومده، تبیان ادعا کرده که تو ایران 71,000 مقاله علمی منتشر میشه، تو عربستان 36,000 تا، این هم درست نیست. یعنی حتی در این زمینه هم شاخص اشتباهی، یعنی آمارها اشتباهه. آخرین داده های بین المللی مال سال 2024 مؤسساتی که میان مقاله ها رو بررسی میکنن میگه ایران 75,748 تا مقاله داره، عربستان سعودی 75,167 مقاله نمایش شده. ایران در رتبه 17، عربستان 18، اختلاف چند صد مقاله بیشتر ندارن. میشه گفت تقریبا وضعیتشون برابرن، اما این فقط شاخص کمی. اگر شاخص کیفی رو در نظر بگیریم، اوضاع عربستان خیلی بهتر از ایرانه. مثلا شاخص اچ ایندکس که خب یکی از شاخصهای مهم کیفی هستش، اون میگه که ایران در رتبه 41 قرار میگیره و عربستان رتبه 37. یه مقدار خب وضعیتش بهتره، در واقع تاثیرگذاری علمی کسانی که مقاله ها رو مینویسن. یا اگر شاخص استناد به ازای هر مقاله رو در نظر بگیریم، ایران رتبه 64، عربستان سعودی 19. یعنی هر چی که کیفی تر میشه وضعیت عربستان از ایران بهتر میشه و نظر کمی هم که تقریبا شرایط برابری دارن. من نمیدونم در عربستان هم آیا مثل ایران مقاله فروشی یا تولید انبوه مقاله در جریانه یا نه. آیا اونجا هم مثل ایران ما داشتیم وزیر بهداشت در زمان مسئولیتش در دولت روحانی 200 تا مقاله، یه تعداد حالا الان 250 تا مقاله منتشر، هفته یه مقاله به اسمش نمایش شده بود، اونم مقاله علمی. یعنی آدم اگه بخواد یه مقاله علمی رو بخونه یه روز طول میکشه، اونم با همه گرفتاری هایی که یه وزیر میتونه داشته باشه، استادم هست تو دانشگاه باشه و همه اینا. این همه مقاله ما میدونیم که تو ایران آدما میرن و به نمایش میکنن. نمیدونیم تو عربستان هم اینجوریه یا نه، ولی صرف نظر از اینها اینجوری که تبیان گفته نیست. این عدد رقم هاش هم غلطه. نکته بعدی سهم زنان در رشته‌های علمی بود که تبیان گفته بود سهم زنان ایرانی در رشته‌های علمی 70% و سهم زنان عربستانی 60%. نمیدونیم از کجا اومدن، اما این رو میدونیم که عربستان سعودی تقریبا در تمام شاخص‌های مرتبط با زنان وضعیت بهتری نسبت به ایران داره. تاکید میکنم وضعیت بهتری از نظر شاخص‌ها نسبت به ایران داره. به بقیه کشورها و اینها اون بحث علاهده است. خیلی آمارها در عربستان سعودی در مورد زنان جالب نیست، اما از ایران بهتره. یک گزارش تحقیقی تو مقالمون بهش استناد کردیم، رادیو فردا اواخر سال 1402 منتشر کرد. وضعیت زنان ایران و کشورهای منطقه رو اومده توی شاخص‌های اصلی مرتبط با زنان مقایسه کرده. از شکاف جنسیتی بگیریم، صلح و امنیت بگیریم، حضور زنان در بازار کار، برابری دستمزد، نرخ باسوادی زنان، امید به زندگی و حتی شاخص حضور زنان در سیاست. در تمام این موارد بر اساس داده‌های بین‌المللی وضعیت زنان در عربستان بهتر از ایرانه.
مورد پنجم آثار ثبت شده در یونسکو بود که این هم جزو موارد بامزه است. در اینفوگرافیک تبیان گفته بود که در ایران 28 اثر ثبت شده در یونسکو داریم، عربستان 8 تا، که این هم البته دقیق نیست. همین الان سایت یونسکو رو اگه باز بکنیم می‌بینیم برای ایران 26 تا اثر ثبت شده وجود داره و برای عربستان 7 مورد هستش که اینا خب ثبت جهانی هستن. ولی حتی اگه عددها هم درست بودن معلوم نیست چه ربطی داره، چی رو نشون میده. یا این نشانه پیشرفت یک کشور میتونه باشه، اینکه آثار تاریخی بیشتری در اون کشور وجود داشته باشه. ما کلی کشور داریم که الان جزو کشورهای پیشرفته با تمام شاخصهای مرتبط با پیشرفت به حساب میان، ولی خب تعداد آثار کمتری دارن از نظر آثار طبیعی یا آثار تاریخی. نکته بعدی خودکفایی دارویی بود که تو اینفوگرافیک تبیان گفته بود درجه خودکفایی ایران در تولید دارو 70%، در عربستان 0. خب این در عربستان 0 که حداقل وقتی سرچ میکنیم منابع عربستان میگن که تو اونجا گفته میشه 40 تا کارخونه داروسازی فعال هست اونجا، که این 40 تا کارخونه حدود 36%، بیش از 2/3 نیاز دارویی این کشور رو پوشش میدن. پس اینجوری نیست که عربستان صنعت داروسازی نداشته باشه. در مورد ایران هم عدد رقمایی که گفته میشه اظهارات مسئولین بیشتر از این حرفاست، یعنی 70% رو کم فروشی کردن. اگه میخواستن برن حساب بکنن حرفایی که مسئولان میزنن، رسانه‌ها منتشر میکنن، اینا حجم تولید دارو در داخل به نسبت وزن کل داروی مصرفی 70% نیست، بیش از 95% اون چیزی که گفته میشه در گزارش هست. سرچ کردیم ببینیم 70% از کجا آورده، واقعا نمیدونیم از کجا، ولی ممکنه یه چیزی رو یه جایی همینجوری سرچ کرده کسی که این اینفوگرافیک رو تهیه کرده، چون همین چند وقت قبل تصنیم یه گزارشی منتشر کرده بود، توش گفته بود که خودکفایی در تولید مواد اولیه دارویی به 70% رسیده، که خب اون گزارش حالا ممکنه اینا همشون موضوعات قابل فکت چکن، ولی به هر حال ممکنه که این منبع به اشتباه فهمیده باشن این رو توی اینفوگرافیکشون آورده باشن. مورد بعدی توان پرتاب ماهواره بومیه که این هم یکی از نکات جالبه. اینو میدونیم که اولین بار نیست که هواداران جمهوری اسلامی به استناد تولید و پرتاب ماهواره‌های بومی مدعی میشن که ایران پیشرو در صنایع فضایی جهان. ما تا الان چندین بار گزارش منتشر کردیم درباره پرتاب‌های موفق و ناموفق و ماهواره‌های بومی و اینها، گفتیم توضیح دادیم که اینها لزوماً به معنی پیشرو بودن ایران در علم و صنایع فضایی نیست. کشورهای دیگه جور دیگه‌ای کار میکنن، خیلی تاکید روی بومی سازی نیست. کشورها به صورت معمولاً با هم کار میکنن، منابع مشترک میارن، کمپانی‌های بین‌المللی هستن که به هر حال شراکت میکنن. اینجوری کل اروپا مثلا برنامه فضایی اروپا چندین و چند کشور توش هستن. برای عربستان سعودی هم همینطور، این کشور هم برنامه فضاییش خودش رو داره، سازمان فضاییش رو سال 2018 تأسیس کرده و چند تا پروژه مهم داشته. 2 تا ماهواره فرستاده سال 2018 و سال 2019 2 تا، هر سال 2 تا ماهواره، 4 تا ماهواره فرستاده. سال 2023 2 تا فضانورد فرستاده ایستگاه فضایی که یکیشون نخستین زن فضانورد سعودی ریان برناوی اگه اسمشو اشتباه نگفته باشم، و به هر حال میدونیم که فعالن اونجا، خیلی هم اکتیو هستن، هم توی رسانه ها زیاد درباره‌شون میبینیم. مرکز آینده های فضایی رو با مجمع جهانی اقتصاد، با همکاری مجمع جهانی اقتصاد تأسیس کردن که اصلا برنامه‌شون توسعه فناوری فضایی پایداره. به هر حال یه پروژه هایی رو دارن، پروژه های زیادی رو دارن که خبرش رو گهگاه میشنویم. ما قبلا هم گفتیم شاخصی برای اینکه بیان اندازه بگیرن توانایی فضایی کشورها چقدره نداریم، اما اگر ملاک رو موفقیت‌های بدونیم، مثل ارسال موفقیت‌آمیز ماهواره، مثل داشتن ماهواره، مثل مشارکت در برنامه‌های خیلی پیشرفته و خیلی سطح بالای فضایی، عربستان یه ذره اوضاعش از ایران بهتره، اگرچه خب به هر حال همکاری میکنه با سازمان‌های بین‌المللی. ایران اصرار داره که من میخوام خودم تنها. شاخص بعدی که خیلی حرف و حدیث هم داشت توی شبکه‌های اجتماعی بحث انتخابات و دموکراسی بود که اینم بامزه بود. برای انتخابات و دموکراسی تبیان نوشته بود ایران برگزار میشود، برای عربستان سعودی نوشته پادشاهی و بدون انتخابات. خب اگر ما این بحث دموکراسی رو بخوام در نظر بگیریم، خب انتخابات ایران حالا دیگه توضیح ندیم که
چه وضعیتی داره، اما قراره که انتخابات منتهی بشه به آزادی و دموکراسی، در حالی که در آخرین گزارش شاخص دموکراسی مؤسسه اکونومیست در سال 2024 این معتبرترین شاخصیه برای سنجش دموکراسی. 167 کشور وجود دارن، ایران رتبهش 154 با این همه انتخاباتی که برگزار میکنه و این هم هزینه‌ای که برای برگزاری انتخابات انجام میده. دومین اپیزود هزار داستان بودجه درباره هزینه‌های انتخابات بود که اونم از کجا برداشتن، اگه گوش نکردین خیلی جالب بود اونو گوش بکنید. عربستان رو تعریفی نداره، رتبهش 148 از ایران پایین‌تره، حالا یعنی به نسبت بقیه کشورها خیلی اوضاعش بده، ولی از ایران وضعیتش از نظر این شاخص بهتره. به هر حال اینم روش علمی داره و شاخص معتبر بین‌المللی هست، یعنی اینو ما از خودمون در نیاوردیم. توی اینفوگرافیک تبیان مورد 9 گفته شده که ایران 16مین قدرت نظامی جهانه و عربستان 24مین قدرت نظامی، که این یه مورد با آخرین رده‌بندی مؤسسه گلوبال فایر پاور که مؤسسه معتبری هستش، رده‌بندیش هم خیلی جا بهش استناد میکنن، این همخوانی داره. این یه مورد ما هیچی روش حرفی نداریم. مورد 10 و 11 هم مدال‌های المپیک بود که گفته بودن مدال‌های المپیک ایران 88 مدال بوده در تاریخ المپیک و عربستان سعودی 4 تا مدال گرفته و به رتبه 2 تا کشور هم در رده‌بندی اخیر فیفا اشاره شده بود که ایران رتبهش 18، عربستان سعودی 58. خب اینا عدداش درستن، اما من نمیدونم اینا چه ربطی دارن به بحث پیشرفت توسعه اقتصادی. اونم همین الان مدال‌های تاریخ المپیک نصفشون معلوم نیست مثلا قبل از انقلاب گرفته شده، یه تعدادش بعد انقلاب در دولت‌های مختلف در شرایط مختلف گرفته شده. ممکنه اصلا 5 سال دیگه وضعیت فرق بکنه، کما اینکه یه دوره مثلا عربستان سعودی تو رده‌بندی فیفا از ایران بالاتر بود، ایران پایین‌تر. این لزوما معنی این نبود که این کشور پیشرفته تریه. ایران الان از ژاپن بالاتره. آیا تبیان میاد مدعی بشه ایران از ژاپن پیشرفته تره؟ خب یه ذره منظور اینه که این شاخص عجیب غریبیه این استناد کردن به اینها برای اینکه بگن ما پیشرفته. خلاصه ما همه اینا رو گذاشتیم کنار، هم یه ذره طولانی شد توضیح این بخش، ولی واقعا شاخ آدم در میومد دیگه. فکر میکنم یکی از اون موارد شاخداری باشه که واقعا مرغ پخته هم از شنیدنش به خنده میافتاد. ما هم بهش نشاره طبعا شاخدار. یه سری از رسانه ها و اکانت های شبکه های اجتماعی خبری رو منتشر کرده بودن که توش ادعا کرده بود تحقیقات ناسا نشون داده سد سه دره، بزرگترین سد دنیا تو چین، باعث شده که زمین کنتر بچرخه. خیلی از سایت ها مثل عصر ایران و فرارو و باشگاه خبرنگاران جوان و دیجیاتو و زومیت و سایت های این شکلی هم همین خبر رو منتشر کرده بودن. شکل ادعا از اون مدلایی که در نگاه اول فکر میکنیم خب شاخداره دیگه، اما واقعیت اینه که اصل ادعا بر اساس یه نظریه علمی بیان شده، اما شکل و جزئیات بیانش درست نیست و نکات مهمی رو جا انداخته یا به اشتباه بیان کرده که خب دقیقاً این تعریف ما برای نشان گمراه کننده است و به همین خاطرم همین رو نشان رو بهش دادیم. حالا این ادعا از نظر تئوری و فیزیکی میتونه درست باشه، ولی داستان یکم پیچیده تر از چیزیه که رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی تیتر زدن. توی فیزیک قانونی داریم به اسم پایستگی تکانه زاویه‌ای که میگه وقتی یه جسمی در حال چرخش باشه، اگه جرمش یا فاصلش از مرکز چرخش تغییر بکنه، سرعت چرخشش هم تغییر میکنه. شاید ملموس ترین مثالی که بشه زد اینه که وقتی موقع تاپ بازی حتما دیدید دیگه، وقتی دستاتون یا پاها رو باز و بسته که بکنین سرعتتون کم و زیاد میشه و این تجربه رو احتمالاً داشتید. اینم بر اساس همون اصل فیزیکه یا اون قانون فیزیک. حالا کره زمین هم داره دور خودش میچرخه و هر جرمی که روش قرار داره با توجه به فاصلش از محور زمین یه تأثیری روی این چرخش داره که توی استوا بیشتره و توی قطب‌ها به صفر میرسه. اگه یه مقدار زیادی جرم، مثلا یه آب خیلی زیادی، حجم آب زیادی رو بیاری توی یه جایی که شعاعش از مرکز زمین بیشتره، یعنی فاصلش از محور زمین بیشتره، باعث میشه که چرخش زمین یه ذره کنتر بشه. توی سد سه دره هم یه مقدار خیلی خیلی زیادی آب، یعنی 40 کیلومتر مکعب میشه، حدود 40 تریلیون کیلوگرم
رو توی یه ارتفاع 180 متری جمع کردن که خب همینم میتونه باعث بشه که یه تغییر خیلی خیلی کوچیکی توی سرعت چرخش زمین ایجاد بشه. با توجه به توضیحات مقدماتی که دادم متوجه میشیم که این ماجرا کلی تر از این سده و کلی اتفاق دیگه هم میتونه روی چرخش زمین تأثیر خیلی جزئی بذاره. مثلا حتی حرکت ناوهای بزرگ جنگی آمریکا و تجمع تانکرهای نفتی و استخراج نفت و ساخت برج‌های بلند و حتی پرتاب موشک هم میتونه از نظر تئوری چنین تأثیری رو بذاره. خب بریم ببینیم آیا ناسا چنین گزارشی داشته و واقعا توی یه گزارشی درباره کند شدن زمین به خاطر سد سه دره صحبت کرده یا نه؟ جواب یک کلمه ایش اینه که نه. در واقع ناسا یا دقیق‌تر بگم آزمایشگاه JPL که زیر مجموعه ناساست یه گزارشی رو سال 2005 منتشر کرده بود که توش به زلزله سال 2004 سوماترا پرداخته بود. اون زلزله بزرگ که باعث سونامی توی اقیانوس هند شده بود و توی اون گزارش اومدن گفتن که همین باعث شده طول شبانه روز یک کوچولو کمتر بشه، یعنی حدود 2.68 میکروثانیه. در ادامهش هم گفته بودن که قطب شمال هم یه ذره جابجا شده و حتی شکل کره زمین هم یه ذره تغییر کرده. برای اینکه حجم اون آبی که سونامی جابجا کرده بود رو بهتر برای مخاطب جا بندازن، یکی از محققای ناسا توی اون گزارش مقایسه کرده بود و گفته بود که اگه سد سه دره پر بشه فقط 0.06 میکروثانیه به طول روز اضافه میشه. حالا شما ببینید توی سونامی درباره چه میزانی داریم حرف میزنیم که 44 برابر اون عدد فرضی طول شبانه روز رو کمتر کرده. در واقع این حرف که پر شدن سد سه دره باعث تغییر سرعت زمین میشه از اون مقایسه تئوریک اومده و چنین چیزی واقعا اندازه‌گیری نشده. اصلا چنین عدد و رقم‌هایی هم با ابزارهای موجود قابل اندازه‌گیری نیست. خود ناسا هم حتی اومده توی گزارشش تاکید کرده که اثرات ناشی از زلزله سوماترا که تازه 44 برابر بیشتر از آبگیری سد سه دره است به راحتی قابل اندازه‌گیری نیست، چه برسه به سد سه دره. پس میبینیم که حتی اون عدد 0.06 میکروثانیه یه نظریه روی کاغذه و خیلی قابل اندازه‌گیری واقعی نیست و در واقع برآورد کردن اینو. برای اینکه دید بهتری داشته باشی چند تا مثال از چیزایی که میتونه باعث تغییر سرعت چرخش زمین بشه بزنم. تخلیه آبهای زیرزمینی و ذوب شدن یخچال‌های قطبی، طوفان‌ها، جریان‌های جوی و اقیانوسی، هر کدومشون میتونن سالانه در حد چند میکروثانیه اثر بذارن و اصطکاک ناشی از جزر و مد کره ماه هم هر سال میتونه بین 17 تا 23 میکروثانیه از طول شبانه روز کم کنه که خب 10 برابر بزرگتر از اون 0.06 میکروثانیه‌ایه که سد سه دره ممکنه ایجاد کنه. به خاطر همه این توضیحات ما به این ادعا نشان گمراه کننده دادیم. خب چند وقتیه که یه ویدیویی توی شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه که توش یه تیکه از یه تانک رو میبینیم و در توضیحش ادعا کردن که این تانک یاسر ساخت ایرانه که خطرناکترین تانک روی زمین محسوب میشه. خب این ادعا درست نیست. تانکی که توی تصویر میبینیم اصلا ربطی به نیروهای مسلح ایران نداره، بلکه یه تانک M1A2 آبرامز که مهمترین تانک عملیاتی نیروی زمینی آمریکا محسوب میشه. این مدل خاصی هم که توی ویدیو دیده میشه سال 2013 ارتقا پیدا کرده و ویدیو هم مربوط به تست استارت موتورشه. نکته جالب دیگه اینه که ایران اصلا تانک یاسر نداره. ما هم برای اینکه مطمئن بشیم رفتیم رسانه‌ها و سایت‌های رسمی وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رو بررسی کردیم و توی خبرها و گزارش‌های مختلف رو هم گشتیم، اما نه توی بخش‌های تحقیقاتی نه در بخش‌های دفاعی هیچ خبری درباره تانکی به اسم یاسر وجود نداره. یعنی نه تنها ساخته نشده بلکه توی مراحل تحقیقاتی که اعلام شده هم تانک یاسر نداریم. ما توی مقالمون فهرست تانک‌های مختلفی که توی ایران معرفی شده هم آوردیم. اگه دوست داشتید میتونید اونجا ببینید. یه لیست کاملی از تانکاست، میتونه مرجع بشه فعلا تا حالا چیزای جدید اضافه نشده. هرچی تانک ایرانی هست اونجا ما لیست کردیم.
ولی خب چیزی به اسم یاسر نداریم. در نهایت هم بهش نشان شاخدار دادیم. خب به رسم هفته های گذشته بریم یه سری فکت چک های کوتاه رو تون بگیم که 2 تاشو من میگم، 2 تاشم آقا رضا برامون خواهد گفت و بعداً میفرسته. خب بریم سراغ فکت چک های به قول معروف کف سوشال میدیامون. خب ترامپ همین جوریش هم جزو سوژه های پرتکرار شبکه‌های اجتماعی بود. از چند روز قبل که بحث خلیج فارس و بعدم سفرش به کشورهای عربی مطرح شد دیگه خیلی اسمش بسامد بیشتری پیدا کرد. حالا به همین بهونه یه سری اکانت ها اومدن همه این کلیدواژه‌ها رو با هم قاطی کردن، یه ادعای شاخدار رو منتشر کردن. یه ویدیو منتشر شده بود که پسر ترامپ رو نشون میداد و در توضیحش نوشته بود که بارون ترامپ یه زن ایرانی داره که سر قضیه تغییر نام خلیج فارس و اینا به ترامپ اعتراض کرده و باعث شده که قضیه کنسل شه. خب فکر کنم نیاز به توضیح نداره که این ادعا شاخداره. پسر کوچیکه ترامپ یعنی همین بارون 19 سالشه، هنوزم ازدواج نکرده و کلا هم اون ادعا بی اساسه. و جالب اینه که حالا این ویدیویی که اینو منتشر کرده و این ادعا توش اومده، ته ویدیو میگه بارون ترامپ یک کفی کفش برای کارگرای آمریکایی طراحی کرده که به ایران هم صادر کرده. آخرش میفهمیم که اصلا این تبلیغ کفی کفشه و این حساب یک کفی کفش فروشه که اینو ساخته. شما از اول همینو میبینین داستان و در آخر هم میرسه به این قضیه که حالا بیان کفی کفش بخرید. توی همین اینستاگرام یه ویدیوی دیگه‌ای دست به دست شده بود و بعضی از مخاطبا برامون فرستاده بودن که فکت چک کنیم که ادعا میکنه یک حیوان خطرناک که توی جنوب فارس بهش میگن اژدها دیده شده. توی این ویدیو دوربین میره توی سوراخ تو دل یه کوه و ته اون سوراخ یه موجودی دیده میشه که قیافه و سر و جمجمه‌اش یه جوریه که خب آدم یاد اژدهای فیلم‌ها و سریال‌ها میندازه. و این ویدیو رو یه رسانه محلی توی شهرستان لار در جنوب استان فارس منتشر کرده و میگه محلش روستای فیشوره از توابع شهر عوض. اون چیزی که توی ویدیو دیده میشه ولی خب واقعیه و ساختگی و اینا نیست. ما اول فکر کردیم یه چیزی هوش مصنوعی، چیزی مثل اسم چی بود اون یکی معدزما، ولی نه این واقعیه، ساختگی هم نیست، معدزما هم نیست. اون حیوانی که داریم میبینیم یه بزمجه بیابونیه که بهش دزرت مانیتور هم میگن. این حیوان خزنده بومی مناطقی از کویر و فلات مرکز ایرانه و بزرگترین خزنده‌ایه که تو ایران زندگی میکنه. قدش تا حدود 1.5 متر هم میرسه و به خاطر ظاهرش و شکل پوستش بهش اژدها میگن. بعضیا به خاطر قیافه خاص و ترسناک این بزمجه‌ها فکر میکنن خطرناکن و سعی میکنن بکشنشون، ولی واقعیت اینه که اینا بیازارن، کاری به کسی ندارن و نیازی به کشتنشون نیست. پس اون ویدیو واقعیه و اون موجودی که داریم میبینیم هم یه حیوان واقعیه که البته ربطی به اژدهای افسانه‌ای نداره و خب خلاصه این ویدیو از ما نشانه درست گرفت. 2 تا فکت چک دیگه هم از این فکت چک‌های کوتاه میمونه که من باید بگم. اگه یادتون باشه هفته قبل گفتیم که ادعای کشف مار آناکوندای غول‌پیگر در رودخانه آمازون بی اساس، ویدیوش هم ساختگیه، بهش نشان نادرست هم دادیم. ظاهرا استقبالی که از اون ویدیو توی شبکه‌های اجتماعی شده بود باعث شد که یه سری از تولید کننده‌های محتوای جعلی خیلی تشویق بشن، به فکر بیفتن که بازم با همین مضمون بیان مخاطب جذب کنن. چند روز پیش هم دوباره ویدیوی دیگه‌ای پخش شد، بازم همون ادعای مار آناکوندای خیلی بزرگ رو بعضی از اکانت‌ها تکرار کردن و نوشته بودن این مار 30 متره. این یکی ویدیو هم ساختگیه، حتی از اون قبلی هم تابلوتره. ضمن اینکه اون چیزی که ما داریم توی ویدیو می‌بینیم یه مار 30 متره، بالای 100 متره، فقط کله ماره اندازه یه دونه پراید دیگه. حالا حسابشو بکنیم که دیگه بدنش قراره چقدر باشه. خلاصه خواستیم بگیم اگه یه جای ویدیویی دیدین احتمالاً خیلی زیاد اینا تازه تولید شده و جای دیگه تو پلتفرم‌های دیگه هم همینجوری دست به دست خواهد شد، ولی دیدید به بقیه بگین که اینا رو قبلا فکت‌نامه فکت چک کرده و همه دیگه در جریان باشن که یه چنین موجودی با این ابعاد وجود نداره. فکت چک بعدی هم فکت چک
که بازم اینم به مار ربط داره، یه فکت چک ماری محسوب میشه. یه سری از کاربران توی شبکه‌های اجتماعی چند تا عکس رو منتشر کردن و مدعی شدن که یه ماری نیششو زده توی گوجه فرنگی و اگه از این گوجه فرنگی رو بخوریم با سم مار مسموم میشیم. توی یکی از عکس هم یه مار دیده میشه که انگار واقعا داره نیش میزنه به گوجه. توی بقیه‌اش هم 2 تا سوراخ روی گوجه فرنگی دیده میشه و خلاصه داره اینجوری هشدار میده که بدانید و آگاه باشید که خطر در کمین شماست. این ادعا قطعا درست نیست. اون ماری که توی عکس میبینیم یه افعیه که اصلا گیاهخوار نیست و گوجه و سبزیجات نمیخوره، تومش حیوانات دیگه است. از طرف دیگه یک کارشناس نگهداری مار هم گفته و توضیح داده حتی اگه کسی سم مار رو قورت هم بده خطرش به اندازه گزیده شدن با نیش نیست، چون اسید معده سم رو تجزیه میکنه. البته اگه روی گوجه فرنگی یا هر میوه دیگه‌ای اگر سوراخی دیدیم بهتره که نخوریم، چون ممکنه باکتری یا حشره چیزی توش باشه که باعث مسمومیت بشه. ولی خب اینجوری نیست که اگه هر سوراخی ما روی گوجه دیدیم فکر بکنیم که مار اومده نیشش زد. این ادعا رو خیلی سایت‌های درست سنجی دیگه هم فکت چک کرده بودن و با نظرات کارشناسی این ادعا رو رد کردن. ما هم خب این رو بررسی کردیم و به این گوجه نیش گزیده نشان نادرست دادیم. خب اینم از فکت چک‌های این هفته. مثل همیشه بریم سراغ کامنت ها. اول از همه تشکر کنیم از دوستای عزیزی که برامون کامنت گذاشتن: بهمن، گیلگمش، میرا، چیا، روشنک، موجی، اشکان، سم، مریم، آریوان، وحید، جمال، شهاب، کلثوم، شهرام، اوسیس، پویا، آریو، فرزاد، چیا، آتیه یا عتیه نمیدونم کدومه، جیونیت، محفا، پرنسس لیا و ابوذر. موجی پیشنهاد یه نشان جدید به اسم ابرشاخدار داده، گفته بعد از شنیدن صحبت مکارم در مورد عدم کمک دولتی به این نتیجه رسیده. اشکان نوشته از کجا فهمیدی اون کسی که آمپول رو معرفی کرده پیگیری هم میکنه؟ حالا ماجرای فکر کنم 2 تا اپیزود قبل هنوز ادامه داره. و آره قصه‌ش اینه که خب برای خیلیا کامنت گذاشته و ما برای همین میگیم پیگیری میکنه. به صورت عمومی زیر اون کامنت آمپولشون مینوشت که فرستادم، رسید دستتون یا نرسید؟ ولی خب هنوز ما که نه، روزا خانوم هنوز جوابی نگرفته. میرا گفتیم که 2 تا مشق جدید داریم، این پوشالا خیلی سخته، دومی چیه؟ خب توی تلگرام همکارم فکر می‌کنم برای میرا نوشته که اول می‌خواستیم 2 تا سوژه بدیم ولی بعدش دیدیم که یکی از سوژه‌ها سخت توضیح دادنش و 2-3 تا لینک باید براش گذاشته بشه، اینجوری بدتر مخاطب رو داریم گیج میکنیم، واسه همین فعلا صرف نظر کردیم ازش. شهرام نوشته که دلایل حکومت ایران برای قطعی برق و سوژه کردن برق اروپا ابلهانه است، شکی نیست، ولی دلیل بالاتر بودن مصرف برق اروپا اینه که کاربرد گاز خانگی خیلی کمتره، در بعضی خانه‌ها اونم برای گرمایشه، فارغ از اون خیلی رعایت میکنن، البته به خاطر استانداردتر بودن معماری مثل نوع مساله و اینکه تقریبا همه پنجره‌ها چند جدار است، این چیزا. و خب توضیحش هم که بله دیگه، آره همونطور که ما توضیح دادیم دیگه آخر فکت چک پزشکیان، این مسئله ابعاد و مؤلفه‌های گسترده‌تری داره و دقیقاً هم حرف ما هم همینه که اگه یه جایی مصرف زیاده و یه جایی کمه معمولاً دلایل منطقی دارن و درسته که فرهنگ مصرف و قیمت و انرژی و این چیزا مهمه، ولی خب اینطوری هم نیست که بگیم ایرانی‌ها توی مصرف همه چیز دارن همینجوری بی خود و بی جهت اسراف میکنن. هفته پیش من همینجوری یه چیزی به ذهنم رسید و گفتم پادکست فکت‌نامه برای بچه‌ها. چند نفر به اون ماجرا، حالا به اون صحبت واکنش داشتن که با مزه بود. موجی نوشته از سال آینده فکت‌نامه جونیور با اجرای عمو فرهاد و عمو رضا و خاله روزا. عتیه یا آتیه هم برام نوشته کارتون حرف نداره، ایده پادکست بچه‌ها عالی، از الان منتظرم. یه کامنتی بود چیا نوشته که در واقع رضا باید جواب میداد، ازش خواستیم که مکتوب بنویسه دیگه، چون نمیتونست بیاد، واقعا سخت بود که هی بخوایم ضبط بکنه و دوباره بفرسته، برای اینو مکتوب جوابش رو رضا نوشته. چیا گفته که در مورد اون عدد 26,000 میلیارد تومان، این مبلغی که گفتید همش از بودجه اصلی و عمومی میاد یا حوزه هم مثل نیروهای مسلح سهمیه نفت داره؟
از هدفمندی یارانه ها چطور؟ از اونجا هم 100% سهمی میبرن. خب جواب رضا برامون نوشته که مرسی از چیا، نه سهمیه نفت خام ندارن، اما توی بودجه متفرقه یه سری ردیف به اسمشون هست و از اون طرف یه جدول شماره 12 هم هست برای توزیع حدود 10,000 میلیارد اعتبارات فرهنگی اضافه که در واقع 1% هزینه شرکت‌های دولتیه. یعنی از شرکت‌های دولتی میگیرن و بین نهادهای مذهبی و تبلیغاتی توزیع میکنن. اونجا هم خیلی بودجه میگیرن، اما اون چیزهایی که هفته پیش گفتیم فقط ردیف‌های اصلی. خب اینم از اپیزود 216. ببخشید که این هفته اینجوری شد دیگه، شرایطی پیش اومد که از کنترل ما خارج بود و به هر حال این راه حلی بود که پیدا کردیم که رضا جدا ضبط کنه. مثل همیشه ازتون میخوایم که اگه لابلای خبرها و پستایی که در طول روز میخونید سوژه‌ای به چشمتون اومد حتما برای ما بفرستید. ساده ترین راهش هم اینه که سوژه‌هاتون رو یا از طریق تلگرام بفرستید یا اگر تو اینستاگرام میبینید همونجا برای حساب فکت‌نامه فوروارد کنید. غیر از اون هم هر پیشنهاد و نقد و نظری درباره کار ما دارین میتونید در کست باکس، اسپاتیفای، یوتیوب، اینستاگرام، تردز و ایکس هم کامنت بذارید. خیلی خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکت‌نامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باهاش پادکست گوش میکنید جستجو کنید. ما همه قسمت‌های پادکست رو در کانال تلگرام و در کانال یوتیوب فکت‌نامه هم منتشر میکنیم و هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم رو در بخش توضیحات پادکست میذاریم. موسیقی پادکست رو باربد بیات ساخته، افشین صدری تهیه کننده این اپیزود پادکسته و شان هم در تولید این قسمت به ما کمک کرده. آدرس سایت ما هم از fakname.com. وقتتون بخیر و تا هفته دیگه، خداحافظ.